سلام، حال شما خوبه؟ من میثمم. حدوداً 10 ساله که تو صنعت قهوه مشغول به کار هستم. ما قراره امروز با هم دیگه یه اسپرسوی ایدئال عصاره‌گیری بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ عصاره‌گیری، من یه چند تا نکته که حتما باید بهتون بگم. اصلاً اسپرسو چی هست؟ اسپرسو یه نوشیدنی غلیظ ایتالیاییه که با عبور آب از قهوه به وجود میاد. حالا یه سری المان ها باید داشته باشه. این المان ها چی هستن؟ یک، این که دمای آب باید مشخص باشه بین 88 درجه تا 96 درجه. دومیش اینه که فشار بارش باید مشخص باشه بین 8 تا 9 بار و تایم عصاره‌گیری هم معمولا بین 15 ثانیه تا 35 ثانیه زمان میبره که برای قهوه‌های مختلف متفاوت هستن. بریم با هم دیگه عصاره‌گیری کنیم. شما حتما باید سایز بسکت پورتوفیلترتون رو بدونید. بسکت ها با همدیگه متفاوت هستن. مثلا این بسکتی که الان دست منه بین 14 تا 15 گرم قهوه داخلش جا میگیره و این یکی بسکت بین 17 تا 18 گرم قهوه داخلش جا میگیره که اگه شما اینو ندونید و رعایت نکنید نمیتونید یه عصاره ایدئال رو داشته باشید. در ابتدا وزن پورتوفیلترمون رو 0 میکنیم. حالا وقتش قهوه‌مون رو آسیاب کنیم. من قبلا این آسیاب رو با دستگاه کالیبره کردم. آسیاب باید طوری باشه که آب به راحتی از قهوه عبور نکنه یا زمان زیادی نبره که آب از قهوه عبور بکنه. دقیقاً 15 گرم قهوه آسیاب کردم. حالا وقت آماده کردن قرص قهوه‌مونه. برای این کار ما باید از یک سری تجهیزات استفاده بکنیم. من از نیدل برای پخش کردن پودر قهوه و از لولر برای توزیع کردن قهوه استفاده میکنم و در آخر با تمپر با یه فشار متعادل قهوه‌مو تپ میکنم و قرص قهوه‌مو آماده میکنم برای یه عصاره‌گیری خوب. بهتره که از پاک اسکرین هم استفاده بکنیم تا به عبور آب از قهوه به صورت یک نواخت کمک بکنیم. قرص قهوه یه 15 گرمی دارم. ما اگر بخوایم نسبت 1:2 اسپرسو رو رعایت بکنیم باید 30 میلی گرم قهوه عصاره‌گیری کنیم. 30 میلی گرم قهوه عصاره‌گیری کردم تو تایم 29 ثانیه. نکته یا اینجا بهتون بگم، اگه تایم اسپرسوتون کم باشه، یعنی تو 10 ثانیه 30 میلی گرم قهوه عصاره‌گیری بکنید، احتمالا قهوه‌تون آندر هستش و به صورت کامل عصاره‌گیری نشده که این میتونه ارتباط مستقیمی با آسیابتون داشته باشه و حالا بهتره که آسیابو یه مقدار ریزترش کنید و بالعکسش هم همینطور. اگر برای مثال حدوداً 40 یا 50 ثانیه طول کشید تا 30 میلی گرم قهوه عصاره‌گیری کنید، این ممکنه که بیش از اندازه عصاره‌گیری شده باشه و بهتره که درجه آسیاب رو یه مقدار درشتر بکنید. البته این رو حتما باید تست کنید و بخورید و این تجربه رو داشته باشید که تشخیص بدید که طعم عصاره‌تون به صورت ایدئال نیستش. خب این ویدیو تموم شد. امیدوارم که جواب سوالاتون رو گرفته باشید. باز اگر سوالی دارید حتما تو کامنت ها ازم بپرسید.